جان. وعلیکم بچین. بیا دمی شکو دیوار خیلیاته. بیا بچین. چی؟ اون جیغ یه درم به درون بسته که کسی بقل صدا خوب خورم نمیشته راست بگیم 1 ساعت میخوادیم اولا کسی بقصیم. وعلیکم بچین. آقا این درم به درون چی زفه؟ این کوشا اقدار به چه کار میکنه بدن خونه؟ ای بابا هیچی بابا، مادر تو همه قوم خشار جمع کرده که پیشروی عروسی طور بگیره. چشمای از این مادر خل بگردم آقا جان. تو حق داری. من چشمکای از این مادر طور بگردم که من 2 ساعت با آشپزخونه رای کرده که برای چای دم کنم. چشما طورم بگردم آقا جان. میگم بابا جان شما به زیر روز نبینم. بچه خور بگردم. رزو هر پیر مادریه که به عروسی بچه خود خدمت کنه. میگم بابا جان رسیان کورتار هم بگرفتم. خوب بله یا کورتار بگرفتم که شما هم نگاه کنی ببینید پسند میکنیم یا نمیکنیم. خوب آنی آقا جان آنی. ماشالله خدا مبارک کنه بابا جان. خوب کارت کنه. خوش کردی. آها بابا انمی خویلی هم خوبه. خوبه اگه خوش کردی. گوشت را میرم من پیش کوکو سفتر که رفیق شما نه. بانمون سفارش میدم که بخیر گوشت را مستن. آخی بینی سلام برم برای او بگو بچی. خب دیگه کار چیزی شما نداری بریم. زنده بشی بخیر برید. خدا حافظ دیگه من. همینار بابا. باشه خدا حافظ. الهی شکر که بعد از 5 سال می به مراد و مقصد خود برسی، یعنی عروسی کنی. به شرط تو کنم که شما جمع باشید، من خدمت خواسته باشم و براداد. بله دادی خود میکن. سلام علیکم. بله یا خود منم. بله چی دفعه؟ شما که بله گوشت از بخورید دی والا نه اومد چی شنیدی یقی تلیفون که اخزر نمیتونی این چیکار که گفتن 1 ساعت پیش بزرگ و سکته کرده فوت کرده. لا آقا ولو ایش که آدم بد شانسیه. چرا بچیم تو تا حال خیلی نشدی؟ آخه مریض میشی. خدا بیامرزه خسار تو. حال تو که چند سال صبر کردی، این چند وقت دیگر هم صبر کو. حال نزدیکا صبح تو هنوز خیلی نشدی. هرچی از طرف خدا بیای آدم مگر شکر کنه. سبا میفهمی تو چه زر کار داری. بغل 100 ساعت خیلی شو بابا. بغل بچیمه. بغل که مریض میشی بابا. هی خدا شکر. دلی دارم دلی دیوانه دارم سبز ناز می آیه محرم راز می آیه میگم بالا امروز چی رفته؟ برای برعکس روزا دیگه خیلی خوشحاله. آفتاب از کوی طرف بدر شده. حتما از پلو راست برخسته. دلی دارم دلی دیوانه دارم سبز ناز می آیه محرم راز می آیه غمی از من جمله بگم یا نگم. برو میگم. نه نمیگم نه آخه بگو ننه آدم هر گپی به مادر خو میگه. راست میگی ننه پس میگم. امروز اگه اجازه شما باشه به خیر خوشی و سلامتی من برم به خونه خوشی و جگر خب بعد از مدتای. برو بابا جان برو. ای که پرسیدن نمایه. کاش که تو بری. آخه
بیا بابا جان، بیا بابا خانم، بیا ایشته خانم. ببخشیم خانم. نه بابا جان، پرسیدن ماه. پس پرسیدن ماه. سلام علیکم. و علیکم. چی حال داری؟ شکر. امروز خیلی خوشحال معلوم میشی. برو. معلوم داره که خوشحالم. میگم خواهر جان، این روی یک دست رخت برای من اتو میکنی. تو که میفهمی که من کجا مان برم. چشم برو جان. خدا کنه که شما همیشه میتون خوشحال باشین. راستی خوشخبری من بده. دیشه و شوی تو رو خبر دیدم که با تو از ایران یک بندر 2000 تمنی به تو رای کرده. ای برا جان، پولای مام چیکار کنم؟ نگفتی کی میایم؟ ای جورم من خجالت بکش. اول طرف رو یاد کردی. فاطمه جان بابا، تو از خود ازی بپرس، بگو نمزاد خوریاد نکردی. راست میگن بابا جان، من خود شما یاد نکردین. ای چه؟ بشی. مادر جان، مثل که برار مرخت شوشته ندارم نه؟ مثل که ندارم مادر. ما این 3-4 روز که رخشوری کردیم. حالا من کیر کردی؟ من رخت شوشته ندارم. پس همون درشی ها بتیر کنی که برخ کنم. نه جان، راست دروغ. او درشیاتو فقط شیا و عروسی میرون که برخو کنی. آخی نانه جان، این رختم هم که 3-4 روز و بر منه. من چه کار کنم؟ از این برمان برم مسئله از اینا. مجبورم بازم برم به پیش حسن. خب نانه جان، من خود می خاکی بهم سر خو کنم. پس هم پودرا و خودی ساعت بده که بهم تاس را هم موتر بشونم. نه جان، مر ببخش که رختاتو نشوشتم. یه خواهش دیگه هم از تو دارم. او دفعه متعخب به تست را شوشتی، تست را به گل دادی. برو به کنار همین جو اوق رست میزنه، کنار پارک. متعخب پاک فکیزه بشو. پس همون اسکت برمدی نانه. هم یک ساعت میم بده بم جایی که شما میگیم برو موتر بشونم. ای بابا مادرم مادرای قدیم. راستی به امشب هم نمیام هم خونی خوشی خوبم قلول میستکم. مجنون کرد
سلام علیکم. خوب خیره؟ سلامت جان جور. بفرمایید مدکون. اشتنی خیره سلامت جان جور تراسی. بشینی طرف بالا. اشتنی. دین من بکر گوندی. موقع شما دید این فلاح کابل باسمون. خوب اشتنی. خیره سلامت جان جور سلامت. چیال داری؟ گرچه میفهم که این کار خوبه نیه، چون این لباس همه از مشتری های پیش امانته. خب من که میفهمم که امانته، من امانت میبرم میگم امانت خاک خیانت نکرده. سو وقتم بهتون میگم که همین اتوی هم نشکسته باشه. از آن روزی کفی مارد شده به صدا غمگین افتادت شده نکنی یادم چرا به باداری جمالت ای پریدو نکنی یادم چرا به نقلی جان خدی جانت شده دل نکنی یادم چرا سر بی گل پوشم غارتی خوشم سر بی گل پوشم. من کف داده و من چیله کو بابا با کلی تا فیف داده کو آه نگرید بگم اینا ماشه خواره خور بگردم مرد کتار را ترید کردی آخه آدم پایین نگاه میکنه رد از او پسه و آخور میرزه خودتونو من خواره امروز هم هر چه بلای به سر میمیه امروز مثل کمی زمین و زمان نمایه که ما برم بخونه خوشی خو
به خدا هر کار باشه تا امروز نرم. خود خوشی خود رستی جواب اسعد چی بودن؟ خب من که میفهمم که امانته، من امانت میبرم میگم امانت خاک خیانت نکرده. سو وقتم برید میگن که همین اوتوی هم نشکسته باشه. اینا نیان چاش برفتم به جای شب هم نمیاین. گفتم مواظب سرما باشه. ماما جان چرا نیکته ای شما به تکیسی شما نه؟ باید این جیگر لکتای باشه. آنی مامایی هم لکتای پس کن اسپدگیو. آنی هم نیست پدگیو. سلام علیکم. گشته بودن نمزاد شما. فغانم نغمه پرداز تو گشتن. بطرقه چیش میچینو؟ چیش میچینو؟ چیشان سلامه. بابا جان فاطمه. فاطمه فاطمه یا بابا همین دختر خواد را که کله من خراب کردی. بابا جان بگه چیش میچینو؟ چیش مکی چیشا فیزمه بطرقه چیش میچینو؟ میگو همکسره چسبیدی به هم قایوم خشامه. آخه چرا قایوم خشا خود نمیگی؟ چرا دده خود نمیگی؟ دده به چشمای شور نیه. نه بابا کم شوره. چیش میچینو؟ چیش مکی چیشا دینومه بطرقه میگم حالی گپ بزن که تو همین تخمرق چیشو میچینی اگه بطرقه همین نواسگه اگه من خوب مشیانه که جگرم تکه تکه خوب میشه. بخیر خب الهش کن. خوب میشه. چیش میچینو؟ چیش مکی چشما خود شما بطرقه بدی دیگه نواسه تو نظر کردی. چی کار میکنی آقا جان؟ میگم مادر به چشم کی تلقی؟ به چشم آقا جان تو. راستی مادر بران چیکار شده؟ فقط سرکه برات داره از آدم. به خاطر گرفته به خونی خوشی خوب نبیدم به خونی خوب. بخیزین مادر دستا خوب بشوریم. خوب اینا نیان چاش برفتم به جای شب هم نمیاین. گفتم مواظب سرما باشه. درختی گل بودم خارم تو کردی سبزه شیرینم دلبر ای خدا کی میشه که عروسی من همیشه جمع جوش بشه. سبزه شیرینم دلبر من چراغ میگینم. همی است که لال محمد به رو خونه میاره. اگه دل از او میدونه و خدا ای خدا بگم خونه هرچه دختر فروشه چه کار کنه تا پشکش خورداد چند سال طول کشید. راستی لال محمد گفت میرم که خودی خسور بیری خب گپ زنم. چی بگم برا ایت ازدواج پرماجرای با عمر خو هیچ کس نداره. آخه تا به حال چند دفعه رفته جواب عروسی گرفته. همین دفعه آخه خسور تیار خوشحال بم شورزا عروسی سکته نکرد. یعنی جگر ما کباب شد. وقتی که لال محمد خبر مرد خسور خور شنید نصیب بود خودی هم از بین بره. بگیریم پیاله لب چای بخوریم. خیلی نصیبش نخور. از کدوم اک بگم
او دخترک مرسک و فاطمه رو میگم خودی همین تفلق خوب و خونه ما همین تا جیگر خون او دوماد خونه پرپله و مرسک و 2 ساله که زن بچه خوب پرتیو کرده خودی برفته به ایران زمین و کشت و کارم بنیاد خدای لکرده دست به روی دل من نگذار گم کو کمی گوشت بکش بده که برم که چاش شد خوبه بابا چرا گریه میکنی؟ آزن با کجایی تو؟ آزن فاطمه بابا چرا عکس دلی به دست دختر خو آخه چرا گریه میکنه؟ چه کار شده خانم؟ چی کرد؟ این دختر خودی هم گریه میکنه و چی هم گریه میکنه؟ از اون صبح وقت که این بچه خسته هیچ چوبه گریه میکنه میگه بابا خما من نشد عکسی به دسته دادم که بلکه چک کنم کسی نیه از اینی دومات ما بپرسه که تو چی احتیاجی داری 20-25 ریل زمین بده داری چند در بنده کن داری آیا تو رحمت و می زنه و چه تو نمی آیه هرچند طفل پاکی تو پژمرده است و زر ای هموطن برای خدا زودتر بگرد این سرزمین بی دل و جامی و مولوی است این یادگار رستم و محمود غزنوی است بشنو حدیث من غمیا وارگی بس است دور از برادر و پدرت زندگی بس است بشنو حدیث من غمیا وارگی بس است دور از برادر و پدرت زندگی بس است مگذار مادری تو شود داغ بر کفن فریاد آشناست بیا زود در وطن فریاد آشناست بیا زود در وطن فریاد آشناست بیا زود در وطن آخی بابا جان همه کسی میگه هی پیش برو هی پیش برو 2 ساعت با تا موتر ششتی 50 په من کرایه بدی هم میگه هی پیش برو با کجا برو من آخه خیر بری پیش برو با کجا پیش برو من میگه برو پیش برو هم تا بیشتر برو عمر من چون کردی صبر چه کار شد تلفن برای تلفن بابا ها تلفن بله امی البته من تلفنیه یا قالب صابونی من تو دست کم ودیستی ها صبر الو بله کی زرگونه جانی وی چشمای تو کتای دل من استانی خوبی سلامتی بخیر باشی بخیر برسیدم به شهر بله ها برسیدم ها اما گردی بگیر من اما خود به تا تاکسی یشتم بخیر باشی بله جانم اشتباه یادم میره نمیره گفتی پیرانی رنگ سرخ باشه رنگ نخون و میگم کاکا چه کار کنم هنوزم پیش برم پیش برو
کی کجا برو کاکا میگه هی پیش برو پیش برو آدم کبیرو میگم من که پیش برو که نزدیک به خونه رسیدیم. پا خورد جام کماما ورنه پا خورد هم میگه برو هم میگه پیش برو کجا برو هم به کجا برو پا خورد راست میکنه این ولاغه بفهمه که به تاکسی سوار شدن تو ماما با کراچی میرفتی با سچرخه با سچرخه میرفتی پول میستونی از مکان که پول میستونی پا خورد با تا موتر بیاد درات میکنه میگم کاکا این کی بود که خودی یک ساعت به تلفن در میزنی خود نامزاد چکار میکنی من دل من رو کردی خود نامزاد خو صبر آنم اینجا صبر همه خونی سالم محمد چه عجب بابا جان خیر بینی خونی سالم محمد هم اینجا خیر بینی ببخشیدی که به عذاب شدی انی هم کرایه‌گر خیر بینی بابا تو هم خیر بینی شما خیر بینی میگم ماما یک پینچهی دگم بدی این 2 ساعت کمر از این کوچه به این کوچه از این سرک به این سرک میبودی بابا جان آخی انی دگم تو میدم چیشته نمیدم انی ما انی اینا پیش دندونی که دهنت هم شیرین شه الالا اگر من به گیدی میامدم به در پی میامدم میگم کاکا بیا اینجا کاکا میگم چند پیشکش دادی کاکا 5 لک 5 لک خدا خونی از این دختر پولیسوال خراب کنه بخیر آقا جان اول چیز میزی گم کرده این همین تسبیح بکن دونایل جمع میکنم آقا پس باشه که من خود شما کمک کنم پیر چی؟ برفته بودم با خونه اجی امن الله خان اجی سیبت هشت بیامدم بله ها دیروز آمدم از تو هم خیلی پرسی پس من برم که زودتر اونا رو ببینم آقا خیلی هم از تو میپرسید توال نرو که جا شیشتندم خونه اینا نیه از بسته که ماشالله میمون دارم تو به خیریم شو که نون خوردی بعد نون برو پس این تسپه رو ویدی صاحب به پیش ما گذاشتن میگم آقا جان تسپه هم تسپه های قدیم راست میگی بچه هجی همو هجی های قدیم میگو میرویس تو یه و زمزم همر بخوردی مردم بیایم به دیدن او زمزم از کجا بیارم ها؟ ای آیان تشنه بدم بخوردم حالا بده مرا نالای میکنم بگید بده شما را نالای کو بیارم به اخشال بزار قال میمونا میایم تشون بگه آقا جان کمی ایما خوخی برو به تحصیل بخور خب میترسم از چی میترسی؟ از سگ میترسم ما که سگ نداری خب نمیشه یک سگ بخره که ما از بترسم ای تنبل خلاصه حال محمد جان چی بگم دیگه جا تو خیلی که این سفر حج یک سفر معنویه تمام معنا میگم اگه سه پارسال که از بیت الله شریف آمده بودیم یک کمی لاغرتر بودیم امسال که آمدیم ماشاءالله همین یک کمی چاقا چله شدیم والا خب این حسابی بود که پارسال نابلدترک بودم اما امسال راولت شده بودم خب باور بکن تمام مکه و مدینی شریفه بدون رهنما خود مگشتم بشیره خوش با حال شما ایسه بولا با مکه شریف خود خواهد بستم که بخیر این سال آینده که بیایه
انشالله دیگه باز برم خیر و معج برم. به خدا نوش جان شما یه سه پارسال برفتیم امسال هم برفتیم سال دیگه هم مهم بریم اینجی سه. ایکو جانمازه که یه حقتونه تسپه و جانماز، اما یک توفه دیگه اما برای تو مخصوصا آوردم لال محمد جان. گیر دیگه بخیر تکی درشیه که همشه و عریسی خوبی دیزی و برخوب. تشکر اجی صاحب تشکر، خیر بینیم، خدا قبول کنه انشالله. رستی لال محمد جان خودی خانواده خسرو خیلا خود چکه کردی؟ از مرگ خسرو خدا بیامرزه تو انخوانی 1 سال تیر شد. ای اجی صاحب چی بگم، دلم از زندگی به سر آمده. ناامید نباش درست میشه. اجی صاحب اشته ناامید نباشم، 6-7 سال میشه دیگه. باور کنیم اجی صاحب هر وقت قدر سرا از یه همسایه شما تیر میشم میگم کاش که با جمعی همسایه شما من میمردم. کدو همسایه ما؟ همین غلام ایدر همسایه شما، همسایه دیوار به دیوار شما اجی صاحب. اول به شما چیزی نگفتن، بیچاره به چی هردم شهیدی ها مرد. ایسه اشته با فکر رفتیم یک دم بابا جان. اگه اجازه باشه من میرم دیگه ایسه. دیگه اگه اجازه باشه سکو یاد دادم درازه رنمه خدا حافظ ایسه، به امان خدا. خدا حافظ شما. خدا. تشکر حاجی صاحب، اگه اجازه باشه با من دیگه میرم دیگه حاجی صاحب. خب شب باشیم، هرچی بود خدا و از خودی هم میخوریم. تشکر حاجی صاحب. برو. خب حالا میریم شما. زحمت کن. یعنی باور بگو غلام ایدر جان اگر میدیشتم این پولا به تو میدادم، همسایه به چی درده میخوره؟ حاجی صاحب همین درد امان من بردن، نمیفهمم چیکار کنم، به کوی در بزنم، نمیفهم از کی قرض کنم. مادر اولاده گفته برو پیش حاجی صاحب همسایه مانم، حاجی صاحب رو تو به زمین نمینازم. باور کن غلام ایدر جان اگر میدیشتم این فلاتو میدادم که میرفتی خور عمل میکردی. خب خدا حافظ حاجی صاحب، بدر نشیم شما دیگه. فقط هم یک خواهش از شما دارم، بخیر به بیت الله که رفتیم ما و این مریض جمعی مریضا رو یک دعای خیری بکن. ای قوم به حج رفته کجایید کجایید، معشوقم اینجاست بیایید بیایید. معشوقی تو همسایه دیوار به دیوار، معشوقی تو همسایه دیوار به دیوار. در بادی سرگشت شما در چه هوایی، در بادی سرگشت شما در چه هوایی. گر صورت بی صورت معشوق ببینید، گر صورت بی صورت معشوق ببینید، هم خواجه و هم خانه و هم کعبه شمایید،
هم خواجه و هم خانه و هم کعبه شمایید. به به چی هوایه. میگم برو خیر بینی امروز ما به میله آوردی. گوش که حال خفه نشی، میگم دیگرام هستن. چی آواز سلار یا خانم انیم او بگذارم رو بزن. شما آقا خور بگردم بازم چای دم کردم. نیست جان شما آقا. فاطمه جان مادر دختر تو بتر مرتر خوبه. دلم نیامد که بیدار کنم. ویش تو باشه به بچه. خیر مادر باش همینجی خوب شه. گوش من. ننه جان چرت نزن. ایدم ای ساعت استاد ریم خودی ماما میایه. خودی ماما تو؟ چیه چشم دیدن برا به نداری؟ خیلی بینی ننه که ماما خوبی گفتی. بالا خوب هنوز کی خیره یا خیلی که کلکا همه بجستن. خوردادی خوب بگردم بخه دیگه آخه.
هستی بخیر؟ الهی شکر. میگم همه چیزه با موتر بگیریستم. توپچه بلکه خودت امروز چند تا کرک نمی بگیریم نگه نمی. کجا مهم بره ماما جان؟ به سر زمینه کوکاکولامت میریم به غیبتون رفیق قدیمی منه. میگم ماما جان تاکسی هم تل نداره. میگم تو یک دفعه بیرو بشو ما کارت رو جور میکنم. چی دی سرسبزه؟ چای هم برای تو برزم. نه ماما جان چای نمیخورم، یک پیاله او بدیم خیلی بینیم. او بدم خوب شانه او میدم. کاکا جان خیلی خوش آمدی. سلام کاکا جان. آخ جان اشتنی. سلام خوش آمدی. اشتنی چی احواله؟ اشتنی. سلام علیکم کاکا اشتنی. تیاره خیلی خوش آمدی. تیاره هستی؟ شکر. گپ بزن کرک مرک هم هستی یا نه؟ چی گپا میزنی؟ گوش کر. گوشا من کار کردم از صبح تاله. میشنوی یا نه؟ هسته. دیجام باش. بگی تو را عوار کو. عوار میکنم آله. یار ماما بله میشینیم بله. اینجی ماما. آنه بگریفتمون. نیمونا. بگرفتی یاکه؟ خوبه. بگیرفتی ماما. چه گاشو بگرفتی یاکه؟ اینه غم. چیه نره یا ماده؟ فکر کنم نره باشه. خوبه. بگردی بازم هسته؟ اشتنی 4-5 تایی بگیری حداقل. 4-5 تا برای ازی بگفتم که بگر بگیریم نمیای. اما بنده خدا رو که میبینی کوکاکولا احمد رو میگم. بدیدم. همین زمین 4 اطراف 140 جریبه از اونه. نوش جان ازی همین 140 جریب زمین از اونه؟ بله. خوشباله والا. چی خوشباله او؟ 3 تا بچه داره چند ساله که به ایرانم. هرچی هم که خط خبر ری میکنه نمیایم. یعنی ماما این بچه ازی همه یک زمینداری و اینا را همه لکدم برفتن به کار کرده به ایران؟ چند وقت پیش خبر آوردن کم بچه کلو ندی به ترچا خفه شده. چی؟ ماما خفه شده بیچاره؟ به امیران رو دفن کردن. بیچاره تا حال برای خودی هم نگفتم خبر نداره. ازی هم پود کردم. وای خدا به داد دل ازی برسه. گم کو چی میپرسی؟ برو کوکاکولا ما دارم چه خوک بیا این دونو بخوره. برو. دیشب 8 نفر نور خود دیدم عروسی بچه کلومنه مامه عطان میکنه. دو دیده بیقرار است از جدایی، دل ما داغدار است از جدایی، دل ما داغدار است از جدایی. بیا دل بربد خود وفا کن که چشمم انتظار است از جدایی، که چشمم انتظار
هست از جدایی. دلم بسیار تنگ است مسافر دارم آخر، مده آزارم آخر، مده آزارم آخر، مده آزارم آخر، مده آزارم آخر. همون لیست مستحقینی که به تو دادم. آها، سر هر بود یک کیسه برنج، یک تین روغن. برای اینا میبری به دم خونه اینا تحویل میدی. برنج علا درجه یک. خداوند تو رو خیر بده. دیگه کاری که نداری. باز میبینم تو. خب خداحافظ. خداحافظ. بله. میشته نشناختم. صدا تو رو به بین 100 صدا میشناسم. بگم لال محمد خودم. خوشتنی جواب تیار هستی؟ خب دیگه بخیر بریم جواب عروسی رو بستانیم به یک شرط. اینه بی شرط هم میشه. شیرینی دبل مایم جوان دبل. آی لنگ لنگ آی لنگ آی امان آی دلبر بلبل مست یار 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 آقا جان خدا مبارک کنه آی برم کس یار یار خدا مبارک کنه آی برم کس یار یار آی برگ درختان سبز آی امان آی دلبر. آفرین آقا جان. خدا الهی همیته که مراد دل تور داده مراد دل جمی جوانار بده. الهی آمین الهی آمین. میگم یاد شما میایه که وقتی خود بیشته صدا خوبی جیش بخکر صدا می چی رقم بود مادر جان؟ صدا تم خوب بود ننه. به شرطی که اعصاب تو خراب نشه زن. میگم بگم یا نگم؟ والا نمیفهمم همه نگم. خب نگم چه کار میشه؟ میگم دیگه. خب بگیم آقا. تو رو خودم یک خندگه که بکو. خوب شد. خوبه دیگه من مسخره نکو. ایت خندی هم نماستم که بکنی. گوش کستن همین چند نفره که امروز رفتیم به جواب عروسی به شمول اجی سید. وقتی که جواب عروسی رسوندیم اینا گفتم مگر شیرینی بدی. من گفتم یک ایم دو. گفتم برادر یک و دو به درد ما نمیخوره. مار مگر میمونی بدی فردشه او هم نقده. میشه پیرتو نگفت اندازه 5-6 نفر دیگه ببار کو. همه دیگه من رفتم که ایشا شمردم از 20 به بالایه. پاک آبرو ما اینا میبارم. نه مادره هنوز اجی سیب نیاده اما جا نکنیم شما رو. آب درک که نامده. برو به پیار خوب بگو بیا. واقعی نه پیار من نمیه پیش میمونه میترسه من زهران. برو صدا کو. برای من میگیم میمونه 5-6 نفره. به اندازه 20 نفر بیا دهنو هیچی سیب نمده. نه ما آقا بچی ما 5-6 نفر دعوت کردیم. اونا خود 4 نفر هر کدومی آوردم آخه. میگم مادر ایشتر رسم بعدیه. یک نفر خبر میکنی 4 نفر دیگه هم دنبال خو میارن. یک ذره فکر نمیکنن که قضا آدم کم میای آدم بی جای چی. به ایت میمونه مگر نه آدم شوروا ببار کنه. کم 10 تا خود خوب بیارم او بریزی به تایو.
نره جان تو مگه خوشحال بشی رفتم جواب عروسی میگیری طبقه اینه داره میخورم دیگه میره برات کار کنم. چند دفعه که تو جواب عروسی خود میگیری این دفعه هم چی میدونم خدا کنه تو هم دیگه نره که شب امروز زخم من نمک پاش بده. مادر جان خب گفی برای بران من نگفتیم دلیل بشکستم این دفعه بخیر مثل دفعه دیگه نیه. خدا بکتوری تیلو رو سبب کو بیایی نه یک جگ دیگه هم او به تا قرما بریز. مادر جان اون پیکنیک خاموش کنه اما خوش شد. بگم نه یه چیز بیا بده 4 نفر بده. اوی دلو سخور. زودی بیایی. اشتباهیم شو خنوکی هم هسته. ما سوختگی مایم. خیریت خدا بد نده. دکتر صاحب از خیریت تیره. اوا جوش برخ به باله پا مادرم پاپ پکیزه و سخته پایم. بسیر احمد یک کمد سوختگی خود یک گاز استریل شوشتنی بیاره. چه کار شد؟ ماشو برو میرین سی. چه کار میکنی آخه خورد چرا جلوی موتر میندازی؟ واخ دستم پا منم بشکستدی واخ. لال محمد جان چه کار شده؟ نکو شوخی آقا جان شفاخونیه بیا این طرف بیا چند کر از زن به تو گفتم شفاخونه جا به چه خود آوردنیه بازم با گپ نکردی بیا آوردی سلام علیکم سن دکتر چکار شد بابا تو؟ سلام علیکم و علیکم چی حال به سر خواه بودی آخه؟ اسمع تو ده بابا بشینیم کریم جان چطور هستی؟ خوب هستی؟ شکر زنده باشیم بهترم شکر خوب دست شما درد نمیکنه؟ نه حالا شکر خیلی بهتر دیگه جای شما مشکل نداره؟ نه الحمدلله خب اگه شما مشکل نداشته باشین ما شما رو رخصت میگیریم درسته؟ زنده باشیم تشکر خب دیگه ما رخصت شدیم از اینجا دیگه شما به انشالله به خوشی رخصت شدید خدا خب الهی شکر که به خیر خیریت مرخص انشالله خوب بشه خیر بهتر زنده باشه زنده بشه دکتر صاحب
ساعت بر شما میخوام رفتن همه دوای خودم بگیریم زنده باشین. من میره استفاده بکنم. خیر بینین. تشکر. زحمت ها خود ببخشید دکتر صاحب. تشکر. زنده باشین. خداحافظ. خداحافظ. خوش آمد. میگم دکتر صاحب ما کی بخیر رخصت بشم آخه؟ شما چند روز دیگه میهمان ما هستین. بعد از اینکه مشکل شما برطرف شد شما بخیر باز رخصت میشین. دکتر صاحب شما به خدا این رقم نگین. دکتر صاحب ما یک کار امر خیلی به پیش دارم آخه بگیم آقا شما برای دکتر صاحب. خیر. عروس جان همین پیرن و همین تاج خوش کردی. خوب همین اتوبوستانی جا به چگک من خیلی همه کل گناه به زیر سرتونه. خانم جان گفت اگه این کرد عروسی من نشه دگه مر زندی هم بکار نیه. تو میخواستی به چه کار کنم دگه پس ها؟ حالا کم خدا خیر پیش کنه. سر عروسیه یک ذره اوقات تلخی نکن. کاش که خداوند مرا سید هوایی کنه با بام لیلا و لیلا بزنم فانی ویلا. افتخار لال ماما جان شاداماد یک چکچک عمومی. آهسته قدم گذار که آهسته رواستم برو لال ماما جان هستم برو. جایی که در هم محفلی حشر برپاس است برو ماه من
ماشن داره داستان برو لال ماشن هاستا برو شک افتخار لال ماشن. قابل توجه میمانای بسیار از گرامی به افتخار لال ماماجان شاداماد. حال از تمام جوانان خواهش میکنیم که یک وطن ملی در مقابل شاداماد لال ماماجان اجرا کنند.
یار دل